خشکش زده بود، اما استیو مشتاشو گره کرده بود و با قیافه خشمگین آماده حمله بود. مرد یه نیشخند ترسناکی روی صورتش داشت که به عمرم ندیده بودم. به نظر می اومد موادی چیزی زده باشه. واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم تا اینکه داد زد و گفت الان میام تو. بعد شروع کرد به لگد زدن به در. اونجا بود که من بالاخره به خودم اومدم و داد زدم گورتو گم کن وگرنه خودم میکشمت. من واقعا نمیدونم چرا اینو گفتم و ای کاش نمیگفتم، چون یه نگاه به هم انداخت و رفت سمت پنجره و با شونش خوردش کرد. بابام داشت به پلیس زنگ میزد و رفته بود توی آشپزخونه تا چاقو برداره. من و مایا تنها افراد مسلح جمع بودیم. طرف دیگه وارد خونمون شده بود. من و مایا هر دو با فریاد رفتیم سمتش و حمله ور شدیم. ما فقط 2 نوجوان کله خر و جوگیر بودیم، ولی تونستیم بندازمش زمین. مرد پا شد و ساتورشو برداشت و گفت حتی فکرشم نکن. من نمیدونستم باید چی کار کنم. خیلی کفری شده بودم و با تمام قدرتم با چوب بیسبال زدم توی دستش. حتی یه آخم نگفت، ولی حداقل ساتورش از دستش افتاد. همین که خم شد تا ساتورشو برداره از فرصت استفاده کردیم. مایا با چوبش حمله کرد بهش، ولی چون دستش میلرزید اون یارو جا خالی داد. همین که طرف خواست دوباره ساتورشو برداره، بابام مثل فشنگ از آشپزخونه دوید سمتش و بهش یه مشت زد و دوباره ساتورش از دستش افتاد. مرد روانی یکم گیج و ویج شده بود، چون بابام